سلام به شما دوستای خوب و عزیز خودم. خوب و خوش و روبرایی. ببینم شما این تبریکات بنفش شیخپری رو اونم بعد از قطعنامه شورای حکام شنیدید؟ طرف طوری دست پاچه شده که انگار خبر ریشتر آوردن اکبر کوسه رو بهش دادن. تبریک عرض میکنم به ملت ایران به دلیل موفقیت‌های پیاپی این ملت در صحنه‌های مهم داخلی و بین المللی. و دیروز روزی بود که یکی از مراحل موفقیت ملت ایران در صحنه مسائل سیاسی و بین المللی متبلور و ظاهر شد. دولت کم کم به وعده هایی که به مردم داده بود برای برداشتن موانع به توفیق داره دست پیدا میکنه. بوزک نمیر بار میاد، کنبوزه با خیار میاد. بعد 2.5 سال از روی کار اومدنش تازه میگه قراره کم کم به وعده هامون عمل کنی. حالا پرروتر از این نوچه هاشن که شرم خوردن و حیا رو قورت دادن. محمد باقر نوبخت هم گفته است اینکه گفته شود اکنون پرونده PMD بسته و برجام اجرایی شد، پس چرا نتایج آن را مشاهده نمی کنیم؟ باید بگوییم اجرایی شدن برجام ماه‌ها یا سالها طول می کشد. پیش از این هم اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی به صراحت تأکید کرده بود نباید توقع مردم را بالا برد. شنیده بودیم با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه، اما دیگه نه این مدلی. اینا میخوان با قوره برجام دهنها رو شیرین کنن. تا قبل از زهرخوری زمین و زمانو میچسبوندن به ریش برجام. حالا که زهر خوردن میگن نباید توقعاتو بالا برد. اینجا همون جاییه که دلواپسا قات میزنن و بادکنک تبریکات کوسه رو میترکونن. حال که 9 دی نزدیک است و سانتریفیوژ ها جمع آوری و اورانیوم های غنی شده هم تحویل خارجی ها شده، مردم در ازای نابودی بخش اعظم صنعت هسته‌ای کشورمان منتظر جشن ارزانی هستند. آقای روحانی دست به کار شوید که فرصت چندانی ندارید. همونطور که باند خامنه تونست جشن هسته‌ای رو برگزار کنه، باند کوسه هم میتونه جشن ارزونی رو بگیره. البته این حرف جماعت دلواپسم واسه خاطر نیش زدن به شیخپریه، وگرنه خودشون بهتر میدونن که بس چقدر پتاله. با بیکاری، پایین بودن قدرت خرید مردم و وضعیت نابسامان تولیدات داخلی و حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی کشور، این رکود همچنان باقی خواهد ماند و حتی آثار مثبت توافقات هسته‌ای نیز نمیتواند در اقتصاد مریض شکل گرفته در کشور اثر مثبتی بگذارد. نمیتواند؟ چرا نمیتواند؟ مگه نرفتید پای مذاکره تا همین اقتصاد رو به موت رو نجات بدید؟ خب چرا نمیدید؟ چطور واسه سرکوب ملت و خرج کردن تو سوریه و پر کردن جیبای گشادتون پول دارید، اما به ملت که میرسه هیچ اثری ندارد؟ خب بده دیگه، چرا نمیدی؟ من که میدونم چرا نمیدی. دادن همان و به فنا رفتن عمامه ولایت هم همان. اما دلواپس نباشید، ملت با شعار بده بده دماری ازتون در میارن که در تواریخ بنویسن. رفقا خوشحال شدیم از زیارتتون، تا یه شب دیگه خداحافظ همگی.